سلام بچه‌ها، روزتون بخیر. امروز می‌خوام در مورد افکت تیپ استاپ باهاتون صحبت کنم. خب دیدید توی یه سری از کارهای هیپ هاپ و اینا یهو مثلا موزیک ترانسپوز میشه یا مثلا یه المانی از میگه یوب بسته میشه بعد دوباره ریتم شروع میشه، به اون افکت میگن تیپ استاپ. حالا بسازم خودتون متوجه میشید که چی رو دارم میگم. یه راه خیلی ساده وجود داره براش و اون اینه که شما بیاید از در واقع ترانسپوز کردن سامپل به اون چیزه برسید، ولی ته ویدیو میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم که خیلی تر و تمیزتره. میایین دوتا کلیک میکنین روی این درامزتون، یه بار گوش کنیم. مثلا میخواین ته این افکت رو تیپ استاپ کنید، دوتا کلیک روش میکنین، اینو پاکش کنم. میایید تو حتی دیفالت روی سامپل، میایید روی انولوپ، پایین هم کلیپ رو انتخاب میکنین، ترانسپوز رو انتخاب میکنید. اون جایی که میخواین ترانسپوز بشه یه کلیک میکنید و اینجا شروع میکنید به ترانسپوز کردن. این یه روششه. یا مثلا یه دونه وکال بیاریم اینجا به همون روش، میام روی انولوپ، کلیپ و ترانسپوز. تهش هم دوباره یه دونه مارکر میذاریم. این رو هم میتونیم بذاریم روی تیونز. جاش خوب نیست، یه خورده میام از اینجا شروع کنم. روی حالتهای دیگه تست کنیم. یه همچین چیزی مثلا. خب یه روش بهتری هست که من با اون بیشتر نتیجه میگیرم. میام اینجا سامپلر رو سرچ میکنم و درگ میکنم این لاین پایینی، یه چنلی برای من باز میکنه که سامپلر خود ایبلتون روشه. اونجایی که میخوای تیپ استاپ کنی میای سلایسش میکنی، کامنت ای، کامنت جی و میای درگش میکنی اینجا. ولی اگه دقت کنین صدایی نداریم. چیکار باید بکنیم؟ یه دوتا کلیک میکنیم اینجا که نوتش رو درست کنیم دیگه، که اون سامپل پلی بشه. اوکی. بعد میایم دوتا کلیک میکنیم و میایم تو قسمت میدی و رنج رو میکنیمش مثبت 24 سیمیتون. حالا اینجا میایم ما پیچ رو انجام میدیم براش که دیفالتش هم روی پیچ بند. یه نقطه اینجا ایجاد میکنیم و یه نقطه دیگه اینجا. این به من خیلی خروجی بهتری داد. فقط قبلیه رو باید یه پاکش کنیم. با درامز گوش کنیم. حالا بیاین درامز رو هم با همین تکنیک انجامش بدیم. سامپلر دوباره ادش میکنم، این قبلیه رو ورش میدارم، کلیپ، ترانسپوز. خب اونجایی که میخوام تیپ استاپ بشه مثلا اینجا رو انتخاب میکنم، کامنت ای، کامنت جی میندازم توی این سامپلر، درامز، تیپ استاپ. میام دوباره این ریمیدی، رنج رو میکنمش مثبت 24 سیمیتون، یک کلیک از لوپ درش میارم، میکشمش تا ته و یه نوت سی سه یا همون 2 اکتاو 3 اضافه میکنم. این رو هم پاکش میکنم، اینا رو میوت کنم که درامز رو بشنویم و میام روی انولوپ، بچه اینو میتونید توی چیزتون مسیج چنلتون هم استفاده کنید و فرقی نمیکنه.
یه همچین چیزی. البته این طولش یه خود زیاد شد، میتونید فقط این قسمت رو در واقع تیپ استاپش کنید، ولی چون اینجا المانای خیلی کمی داریم توی درامز، بخاطر خیلی خودشون نشون نمیده. سعی کنید جایی که خیلی پر موزیک اونجا رو تیپ استاپش کنید که وقتی که اون ترانسپوزیشن اتفاق میفته شما کاملا متوجه اون تیپ استاپ بشید.